سلام همراه هم باشیم برای آماده سازی سفارش عمده. این ویدیو رو مدت ها قبل گرفتم ولی فرصت نمیشد که بذارم. گفتم از 0 تا 100 آماده سازی مراحل سفارش عمده رو ببینیم با من. اینجا تو شهر ما این بخش از شهرداری هستش، برای خرید شمع همیشه میام و وسایل عمده شمعسازی رو توی پاساژ سالار ما تهیه میکنیم. بیشترین تعداد فروشنده های شمع داخل این پاساژ هستن و تقریبا میشه گفت عمده فروشی تو شهر رشت هستش. حالا من اومدم تا واسه سفارش عمده‌ای که گرفتم واسه تون فیلم برداری کنم ببینین که کجاها خرید میکنیم. اگه از رشت دارین این ویدیو رو نگاه میکنین و میخوان کار شمعسازی رو شروع کنین، لوازم شمعسازی حسن‌زاده گزینه خوبیه. خب من پاروفین مورد نیازم گرفتم و فقط از مراحل آماده سازیش یه عکس دارم. حالا اونو سر فرصت جدا براتون میذارم که حالا مراحلش رو ببینین. اینم از نتیجه کار 60 تا بابونه خوشگل به سفارش مشتری عزیز که رنگش رو مطابق با سلیقش انتخاب کرده بود. الانم وارد مراحل بسته‌بندیش میشیم. من براتون گذاشتم روی دور تندتر تا روالش رو ببینید. این چون سفارش عمده هستش و این خانومی که ازم تهیه کردش خودش برای مراسم عقد بسته‌بندی با تور و اسامی خاص اون افرادی که دارن با هم ازدواج میکنن و تاریخ عقدشون اینا رو دیزاین میکنه و میذاره و از من به صورت عمده تهیه میکنه. خودش یک سری حالا دیزاینا روش انجام میده و برای مراسمات عروسی و اینا عقد نامزدی میفروشه. برای همین من به صورت دو تا توی نایلون گذاشتم و بعد اینا رو لای پلاستیک حبابدار میپیچم ارسال میکنم. چون ایشون توی شهر خودمون بودن و اومدن تحویل درب منزل گرفتن، من دیگه حالا پلاستیک و حبابدار و اینا در ادامه ویدیو رو ببینین نزدم، ولی واسه ارسال به شهرهای دیگه داشته باشم لای پلاستیک و حبابدار میذارم، از همونا که ضد ضربه هستن، واسه چینی و اینا استفاده میشه که دیگه با خیال راحت و بدون شکستگی ارسال بشه. اینجا دیگه حالا مراحل براتون گذاشتم دو تا گذاشتمشون. توضیح دادم که چرا دو تا گذاشتم، چون به قصد حالا دیزاین جایی خاصی نمیخواستن، واسه خودشون میخواستن که دیزاینشون کنن و خودشون بعدن دوباره با قیمت بالاتری بفروشن. حالا شما مراحلش رو نگاه کنین، قطعا میتونه برای مبتدی ها و تازه کارها که نمیدونن با چه ابزاری بسته بندی کنن مفید باشه. این پلاستیک های عمده هم من نیم کیلو گرفتم 15 الی 20 هزار تومن که نیم کیلوش هولوش چندین ماه برای من میشه و برای هر کدوم به این صورت جداگونه بسته بندی میکنم و با منگنه بالاش رو میبندم. میتونیم به جای منگنه از دستگاه دوخت پلاس استفاده کنی، حتی چسب نواری هم بزنی. اینم از انتهای کار بودش و بسته بندی مرحله اول تموم شد. اینم از مرحله دوم بسته بندیه که درست کردن باکس سفید بزرگ هستش که 60 عدد بابونه رو داخلش قرار بدیم. این باکس ها رو آماده میگیرم از همون لوازم شمعسازی که گفتم. در از باکس های شیرینی و کیک و اینا هستش، لوازم قنادی، ولی واسه شمع هم میتونه کاربرد داشته باشه. تو حرفه شمعسازی بسته بندی خیلی حرف اول رو میزنه، چون مشتری دقت میکنه که چقدر کار تمیز باشه. در اصل شما باید با کمترین هزینه بهترین بسته‌بندی رو داشته باشین. برای این کار میتونید عمده خرید نکنین، جاش خورد بخرین، ولی از وسیله های خوب استفاده کنین. برای مثال الان من این کاغذ کرافت رو داشتم و دارم برشش میدم به جای پوشال استفاده کنم. هم جلوه زیبایی به کار میده هنگامی که مشتری در باکس رو باز میکنه، همین که از جلوگیری از ضربه خوردن شمع‌ها میشه و اینکه تو هزینه ها هم صرفه‌جویی میشه. چون یه بسته پوشال من پرسیدم که اون شکلی که من مد نظرم بود و اون حجمی که من مد نظرم بود بین 35 تومن تا 50 تومن بود و کاغذ خورد شده داشتن در 15 تومن که منم ایده گرفتم، گفتم خب خودم میتونم کاغذ کرافتا رو خورد کنم و به شکل پوشال در بیارم. خب برششون تموم شد، ریختم کف جعبه. یکم منظم میکنم، سعی کنی از اون قسمتی که کاغذ در از تاب داره
و تا خورده برش بدیم باعث میشه گرد گرد بشه و تو هم بره و حجم بگیره. الانم بابونه ها رو داخلش دارم میچینم و تقریبا به مراحل انتهایی کار رسیدیم. خب رسیدیم به مرحله آخر، همون جلوه بصری کار هستش. برای خوشگل شدنش و نگهداری بسته‌بندی درش یه دونه روبان میبندیم. من کل کلاف روبان رو خریدم 60 تومن که برای خیلی از سفارش‌های عمدم استفاده میشه و هزینه کمی هم میفته روی هر کاری. اینم از 0 تا 100 یه سفارش عمده از خرید تا بسته بندی. ممنون که کنارم بودین. اگه ویدیو دوست داشتین لایک کنین و نظرتون رو بنویسین.